سامانه رسمی وزارت نقلیات تاجیکستان خبر داد که وزیر نقلیات عظیم ابراهیم برای عرض شکایت‌های مردم تلفن باوری و پشت الکترونی ویژه گشوده است. به توجه شهروندان کشور رسانیده می شود که وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان برای قبول و عرض شکایت‌های شهروندان تلفن باوری و پشت الکترونی گشوده است. شهروندان می توانند با تلفن باوری 221 1713 و پشت الکترونی منیستر مینترانس نقطه تیجی به وزیر نقلیات مراجعت نمایند. گفته می شود در اعلان نشر شده در سامانه وزارت نقلیات از چنین شیوه رابطه مستقیم با شهروندان برخی وزارت و اداره‌های دیگر نیز استفاده می کنند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه چند سال باز تلفن باوری دارند که به گفته کارافتاده‌ها در عموم خیلی به صورت فوری کار می‌کند. رستم امامعلی نیز بعد تعیین شدن به مقام شهرداری دوشنبه برای قبول کردن عرض و شکایت‌های شهروندان رقم تلفن و پشت مخصوص گشود و از طریق مسنجرها نیز قبول عرض و شکایت‌ها را برآورد. وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم یکی از اعضای خوشنام و حرفه‌ای حکومت امروزه دانسته می شود. عظیم ابراهیم یکم مارس سال 1962 به دنیا آمده. سال 1984 دانشگاه دولتی تکنیکی تاشکند را با اختصاص مهندس معدن مارکشیدر با دیپلم اعلی ختم کرده است. نامزد علم‌های تکنیکی می باشد. عظیم ابراهیم تا سال 1992 در دانشکده پلی‌تکنیکی تاشکند کار کرده. بعد بازگشت به تاجیکستان 2 سال در دانشگاه تکنولوژی درس داده تا به مقام دکان رسید. عظیم ابراهیم در مقام‌های گوناگون از جمله معاون اول رئیس کمیته سنگ و فلزات گرانبها و معاون وزیر صنعت تاجیکستان کار کرده. سالهای 2004-2005 رئیس ناحیه سینای شهر دوشنبه و از سال 2005 تا سال 2013 سردار سرداره گیالوگ تاجیکستان بود. عظیم ابراهیم سالهای 2013-2020 معاون سروزیر تاجیکستان بود و از 31 آگوست سال 2020 در پی قصد خودکشی وزیر وقت نقلیات خدایارزاده به جای او وزیر نقلیات تاجیکستان تعیین شد. عظیم ابراهیم با اردن شرف درجه 2 و عنوان کارمند شایسته تاجیکستان سرفراز گردیده است. عائله‌دار، صاحب 6 فرزند می باشد.